سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اکبر شریفی هستم، معلم مدرسه تحلیل با بروزرسانی تحلیل نمودار پالش یکم، صندوق پالش یکم با نماد پالش همراه شما هستیم. امیدوارم که این تحلیل از منظر آموزشی مرتبطون قرار بگیره. تحلیل گذشته ما از نماد پالایش حالا توی سایت تقریبا مال یک سال پیشه، حالا اینجا 9/6. البته من بروزرسانی بعدی هم داشتم، توی لایو بود تحلیل کردیم و گفتیم یه الگوی 5 موج، یه الگوی ABC، یه رفتار کانالیزه ترسیم کردیم و گفتیم که در صورتی که بخواد این موج آخر نمودار موج جنبشی باشه، قاعدتا باید از این میدلاین عبور بکنه و این کف به اصطلاح کانالیزه ما رو نشکنه. البته یه تحلیل ریلز هم چند ثانیه‌ای اول اردیبهشت گذاشتم که توی پست اینستاگرام هست، خواستین اون تحلیل قبل رو میتونیم ببینیم. یه دورنمایی داشته باشیم از تایم فریم هفتگی که من یه بار دیگه توضیح بدم. ما تو تحلیل قبلی صحبت کردیم و گفتیم که این میتونه موج 1 باشه، اینجا یه الگوی پیچیده در قالب موج 2، حالا میتونیم بگیم موج 3، موج 4 و موج 5 رو داشته باشیم. این به عنوان یک سناریوی احتمالی و مگر اینکه این قیمت بخواد وارد این حریم بشه، یعنی وارد همپوشانی محدوده 10,400 بشه که بخوایم بگیم موج 1 2 1 از 3 2 از 3 و 3 از 3. اما میخوایم بریم در مورد ساختار قیمت صحبت کنیم که نکته آموزشی خیلی خوبی هم داره. حتما تا آخر ویدیو تحلیل رو ببینیم. ببینید دوستان، ما توی تحلیلی که به صورت ریز اردیبهشت من گذاشتم اومدم گفتم که خب این یک سناریو داشتیم که این موج ABC بوده و اتفاقی که افتاده اینه که این بچا 5 موج نیست، چون لو پرایسش این پایین تره و ما اینجا باید بگیم که A, B 1 2 3 4 5 که بشه یه الگوی اصلاحی از به قول معروف موج واکنشی که بعد در ادامه هم قیمت میاد این کف رو میزنه که تو تحلیل قبلی گفتیم که قیمت اومد و این محدوده رو شکسته و اینجا دیگه باید بره بالا و در ادامه دیگه نباید دوباره خودش رو به محدوده خط ترند ما برسونه یا این کف رو از دست بده که با شکست این کف به سمت پایین سناریوی تغییر روند یا روند صعودی کاملا نقض میشه. خب حالا اگر دقت بفرمایید توی این چارت نکته‌ای وجود داره خیلی جالبه. شما اگر دقت بفرمایید درسته که این کف رو زده، اما کف بعدی این کف رو نزده. یعنی اگر بخوایم داشته باشیم اینجا شما این کل این حرکت، ببینید بچه‌ها اینو دارم میگم، کل این حرکت یک رفتار خنثی‌ست، یعنی سقفا پایین تره و این هم کف از کف قبلی بالاتره. فقط این کف درست از این پایین تر قرار گرفته، اما در کل از اینجا تا اینجا رو نمیتونم، یعنی تو این مربع رو بگم که روند صعودیه یا نزولیه. چرا؟ چون این کف بالاتر و اینجا سقفا پایین تر. پس از نظر تعریف روند این تیکه یک روند خنثی هستش. زمانی که میانه یک موج اصلاحی یک رفتار خنثی رو دارین، با احتمال خیلی بالا شما با یک الگوی A, B, C, D و E در قالب الگوی مثلث طرف هستیم. اینجا چون بچهای الیوت میدونن دیگه، روی این کار کردیم از توضیح دادیم، زمانی که دی انتهای بی رو نزنه ما میتونیم به الگوی مثلثمون وزن بدیم. یعنی اگر این دی از این بی پایین تر بود قطعا ما نمیتونستیم اینجا الگوی مثلث رو در نظر بگیریم. پس ما اینجا یه الگوی مثلث داریم که بهش میگیم الگوی ادامه دهنده میانه روندها، که اینجا هم اتفاق افتاده دیگه، از اون قله روند نزولی بوده. اینجا یه الگوی اصلاحی مثلث ماژوری هم بوده که دوستان عزیز نوسانگیر حسابی اینجا نوسانشون رو گرفتن و بعد هم قیمت شارپ اومده و این کف رو شکسته. در نتیجه ما میتونیم به این الگو وزن بدیم که پس با یه الگوی ترکیبی در قالب W X Y طرف هستیم که این میتونه یک ساختار اصلاح ترکیبی رو برای ما مشخص بکنه و به ما بگه که این الگو در حال تکمیل شدن هست. خب حالا سوال اینه که آیا از همینجا قیمت قرار روندش صعودی بشه؟ میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. خب میتونیم ابتدا کلاسترهای حمایتی رو به دست بیاریم. من اینجا یک فیبوناچی 2 نقطه‌ای ترسیم میکنم و میبینیم که قیمت به محدوده 61.8 که محدوده 11,197 تومانه نرسیده هنوز. البته یه مقدار دقیق تر بذارم میشه تقریبا 11,140 و یک فیبو پروجکشن هم این فاز اول به فاز دوم
این فاز دوم. اینجا یک کلاستر قیمتی به ما میده که قیمت هم هنوز به این محدوده کلاستر نرسیده. این کلاستر اول، این هم کلاستر دوم. با توجه به اون شمارشی که برای تایم فریم بالا گفتم، انتظار داریم که با همین کلاستر اول احتمالاً بازار بخواد واکنشی نشون بده یا تغییرات قیمتی رو از خودش داشته باشه و شاید هم بتونیم کل رفتار رو کانالیزه کنیم. ببینید اینجا رو بسیار جالبم هست. من رنگ اینو تغییر بدم که دوستان متوجه بشن. حتما اینو بذاریم من رنگش رو کم کنم که این میدلاینه یه مقداری خب ببینید بچه‌ها، قیمت اومده وای انتهای W رو زده دیگه، پس قاعدتا میتونه از همین جام حرکت، با وجودی که به کلاستر ما نرسیده، خب یعنی میتونه یه گام دیگه بیاد به کلاستر برسه و برگرده. تا زمانی که میدلاین از دست نداده، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که همین محدوده ها کف بالاتر ساخته بشه و به حمایت بعدیش که محدوده تقریبا 9 و 300 بگو 10 هست نرسه و این کلاستر ما همین محدوده 11 و 140 رو تایید میکنه. حالا این میشه یه تحلیل، اما بعد معامله گریش چی میشه؟ کاری که میتونم بهتون توصیه بکنم که داشته باشین، ببینید اینجا رو شما جا کنید، اینجا یه حرکت مشکوکی رو داریم که به الگوی 5 موج باشه. اگه بخواد این موج جنبشی باشه، خب غالبا باید حجم زیاد بود، اما خب ما حجم آنچنانی رو توی این رفتار نمی‌بینیم. حالا با توجه به محدودیت دامنه نوسان قیمت، خب این طبیعیه. حالا ببینید بچه‌ها، اگر این حرکت شارپی مثل اینجا باشه، خب پس احتمالاً به این کلاستر خواهد رسید و شما میتونید این رو به عنوان یک الگوی W، چون اینجا خودش مشکوک هست به الگوی 3 موج، داشته باشید. در غیر این صورت به نظر من اجازه بدید صبر بکنید، یک رفتار ABC مانند، یه اصلاحی مانند رو شما ببینید. منظورم یه همچین چیزیه ببینید، یه همچین چیزی، یعنی شما اگه بتونین اجازه بدین که بازار یه همچین فرمی رو بسازه، یعنی الگوی اصلاحی بسازه، یه همچین فرمی رو به عنوان الگوی اصلاحی اینجا بسازه برای شما، خیلی بهتر میتونین تصمیم گیری کنید. یعنی ما اگر اینجا به نظر من صعب بکنید یک اصلاح حالا به صورت زیگزاگ، پهن یا مثلث ظاهر بشه و بعد با افزایش حجم تریگر به شما بده، یا تریگر خوب به شما بده، شما انتهای اصلاح ماژور رو اینجا در نظر بگیریم چون دیگه کف شکسته نشده و میتونید سیگنال بگیریم و در زمانی که این محدوده کانالیزه شکسته شد به سمت بالا، انتظار داشته باشیم که در موج جنبشی اصلی بیافتین که اون موقع میتونین با این فیبوناچی که میگم، یعنی صرفا همین اکستنشن خیلی ساده، بتونین هدف احتمالی رو اینجا که محدوده تقریبا 2.500 تا 25 تا 28 هست رو در نظر بگیریم به عنوان گام اول که باز به نظرم باید حتما کلاستر رو دست بیاریم. متوجه شدین؟ پس به نظر من الان موقع ورودش نیست، اجازه بدین یک اصلاحی بده، یعنی اینجا ببینیم کیفیت اصلاح داریم یا کیفیت جنبش. اگر جنبشی بود که احتمالاً رو کلاستر برمیگرده، اما اگر کیفیت اصلاح بود میتونیم بر اساس اون با تریگری که از قیمت میتونین دریافت بکنین سیگنالتون رو بگیریم. ببینید دوستان، درسته که مومنتوم لب مرز تایم فریم روزانه، اما خب به هر حال چون یه تیکه خنثی بوده اینجا خطاش هست، یه واگرایی توی آرستای خوب داره نشون میده این رو و به نظر من میتونه اصلاح پیش رو یه فرصت مجدد رو برای ما فراهم بکنه. این از بحث تحلیل پالایشکوم. امیدوارم که نکاتش و مطالبی که میگیم از نظر آموزشی بهتون دید بده. اگر نگاه کنیم میانگین متحرک هم جای مقاومت رو داره به شما نشون میده، پس به نظر میسه که میتونیم منتظر یک اصلاح باشیم و با اون اصلاح میتونیم تریگر ورود رو دریافت کنیم. امیدوارم که این تحلیل مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تحلیل خدایا رو نگهدارتون.